میگه خداوند گفت که ای موسی گفت در آخر زمان حبیب من محمد به دنیا را میارم، امتای او گفت برای اونها 1 ماه روزگیری را فرض میگردون رمضان. وقتی روزه میگیرن گفت روزی رمضانشون به نگه میرسونن، وقتی افطار کردنشون میشه یا لقمه را در دستشون میگیرن انتظاری میکشن که کی وقت افطار میشه. وقتی که وقت افطار رسید بعد میگن که اللهم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. پروردگارا من برای تو روزه گرفتم، با گفته تو باور دارم، توکل ما به تو سپاریدم و این رزق دادگی تو من افطار میکنم، روزم میشه. گویا موسی لحظه که من به تو صحبت دارم در بین من خودت 70 پرده های، اما وقت افطار کردنش در بین من امتی محمد فقط تنها یک پرده های خلاص. اگه خودت گفت خلاصه بین من و تو 70 پرده، بین من امتی محمد تنها یک پرده های.